باز هم سخن از روابط زن و شوهر است و زن را بر شوهر و شوهر را بر زن از میان حقوق متعدد یک حق مسلم هست و آن هم صداقت و اجتناب از دروغ که مایه تمام دلازردگی ها و بالاخره گسیختن شیرازی فامیلی همین دروغ و حوادث ناشی از آن است که زندگی را به اعضای خانواده ناگوار می سازد که امروزه سناریوی 65% از سریال های سینمای جهان با اتکا به سوژه دروغگویی و عواقب نامیمون آن تمثیل می شود. به نظر متخصصین خانواده، زن و شوهری که به یک دیگر دروغ نمیگویند خوشبخت ترین فامیل روی دنیا هستند که شمارش این گونه فامیل ها ماشین حساب ضرورت ندارد. و اما پابندی به صداقت و فاصله گیری از دروغ آنقدرها که فکر می شود کار مشکلی نیست. تلاش کنید که به راستگویی معتاد شوید که از جمله اعتیادهای مثبت همین راست گفتن است که مردم از آن بد نمیبرند. داستانی داریم با عنوان قهوه شور در ماورای این موضوع که 40 سال شوهری به راستگویی به زنش معتاد شده و خلاف میل خود نوشیدن قهوه شور را تحمل نموده بود. دختری را که در یک مهمانی ملاقات کرد خیلی برجسته و جذاب بود. بسیار بچه ها علاقمند او بودند، در حالی که او پسر کاملا طبیعی بود و هیچ کس برایش توجه نمی کرد. آخر مهمانی دختر را به نوشیدن یک قهوه دعوت کرد. دختر شگفت زده شد، اما از روی ادب دعوتش را قبول کرد. در یک رستوران نشستند. پسر خیلی دست و پاچه بود، نمی توانست چیزی بگوید، خود را باخته بود. دخترم احساس راحتی نداشت و با خودش فکر می کرد خواهش کنم اجازه بدهد که بروم خانه. یک دفعه پسر پیش خدمت رستوران را صدا کرد. میشه لطفاً یک کمی نمک برایم بیاورید؟ میخواهم به قهوه‌ام علاوه کنم. همه برایش خیره شدند. خیلی عجیب است. کومه های بچه قرمز شد، اما نمک را در بین قهوه ریخت و شور داد و سر کشید. دختر با کنجکاوی پرسید چرا این کار را میکنی؟ در قهوه که نمک نمیریزن. بچه پاسخ داد وقتی خرد بودم نزدیک بحر زندگی میکردیم. بازی در ساحل را دوست داشتم. می توانستم مزه آب بحر را بچشم مثل مزه قهوه نمکی. حالا هر وقت قهوه نمکی میخورم به یاد بچگیم میفتم. برای زادگاهم و شهر ما خیلی دلم تنگ شده، برای والدینم که هنوز آنجا زندگی میکنن. همین طور که صحبت میکرد اشک از گونه هایش سرازیر شد. دختر شدیداً تحت تاثیر قرار گرفت. یک احساس واقعی از ته قلبش حس میشد. مردی که میتواند دلتنگیش را به زبان بیاورد باید مردی باشد که عاشق خانواده خود است و همه غم او خانواده و نسبت به خانواده مسئولیت پذیر است. بعد دختر در مورد زادگاه دور خود، بچگیهایش و خانوادهش شروع کرد به صحبت کردن. مکالمه و شروع خوبی هم بود. آنها ادامه دادن به قرار گذاشتن. دختر متوجه شد در واقع آن مردی است که تمام انتظاراتش را برآورده می کند. خوشقلب، خونگرم و دقیق. او اینقدر خوب است که مدام دلش برایش تنگ خواهد شد. ممنون از قهوه نمکی. بعد قصه مثل تمام داستانهای عشقی زیبا شد. بالاخره شاهزاده با شاهزاده خانم ازدواج کرد و با هم در کمال خوشبختی زندگی می کردند. زن هر وقت می خواست قهوه برای شوهرش درست کند یک مقدار نمک هم داخلش می ریخت، چون می دانست که با این کار عادت کرده است. بعد از 40 سال مرد درگذشت. یک نامه برای زن گذاشت. عزیزترینم، لطفاً مرا ببخش. بزرگترین دروغ زندگیم را ببخش. این تنها دروغی بود که به تو قبل از ازدواج گفتم. قهوه نمکی و اولین قرار ما را به یاد داری؟ من در آن وقت خیلی استرس داشتم، از بس که دست و پاچه شده بودم. اصلا در آن لحظه یک کمی شکر میخواستم به قهوه بریزم،
اما با حول عجل و هیجان به جای شکر نمک از دهانم برآمد. در آن وقت برایم سخت بود که حرف خود را تغییر بدهم و هرگز فکر نمی کردم این شروع ارتباط ما باشد. خیلی وقتها تلاش کردم تا حقیقت را برایت بگویم، اما ترسیدم، چون قول داده بودم که به هیچ وجه برایت دروغ نگویم. من حالا میرم و دیگر نمی ترسم که واقعیت را برایت بگویم. من قهوه نمکی را هیچگاهی دوست نداشتم، چون خیلی بدمزه است، اما من در تمام زندگی که با تو بودم قهوه نمکی خوردم، چون این وسیله شناخت من با تو بود. هرگز برای چیزی تأسف نمی خورم، چون این کار را برای رسیدن به آرزویم انجام دادم. تو را داشتن بزرگترین خوشبختی زندگی من است. اگر یک بار دیگر بتوانم زندگی کنم، هنوز میخواهم با تو آشنا شوم و تو را برای تمام عمر داشته باشم، حتی اگر مجبور شوم دوباره قهوه نمکی بخورم. اشکهای زن نامه را تر کرده بود.